الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين، أما بعد. دوستان و برادران، در مورد پریشان فکری در نماز و وسوسه زیاد میپرسند و میگویند که نمازی که در آن خشوع و خضوع نیست، نمازی که همیشه فکر آنها در بازار و کوچه است، این نماز چی می شود؟ اگر انسان نمازی بخواند که از اول نماز تا آخر نماز فکرش در بازار و کوچه باشد و در آن هیچ خشوع و خضوع نداشته باشد، یعنی حضور دل در نماز نداشته باشد، این نماز به مانند یک لباس یا متاع جمع کرده می شود و در روی انسان زده می شود. و این نماز میگوید که الله متعال تو را ضایع بگرداند، چنانه که من را ضایع گرداندی. چنانه که ما میگوییم الله تو را خار بگرداند، نماز همین خیلی میگوید که الله متعال تو را خار بگرداند، که تو مرا خار گرداندی. و اگر نماز به پرگی بخواند و طهارت کامل بگیرد و فکر و خشوع و خضوع آن در نماز حاضر باشد، این نماز چی میگوید؟ یعنی که رکوع و سجده را پر کند. این نماز میگوید که الله متعال را نگه بدارد، چنانکه تو مرا نگه داشتی. حفظک الله کما حفظتنی، الله متعال را محافظت کند، چنانکه من را حفظ کردی. همین گونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که به اندازه خشوع و خضوع در نمازت، نمازی تو به همان اندازه قبول میگردد. یعنی ثواب تو به اندازه ای که حضور دل در نماز داری به همون اندازه قبول میگردد. یعنی انسانی است که از نمازش از 10 حصه 1 حصهش قبول میگردد، یعنی از 10 حصه ثواب نماز 1 حصه میگیرد، یا که از 9 حصه 1 حصه میگیرد، یا که از 8 حصه 1 حصه او قبول میگردد، یا که نیمی نمازی او قبول میگردد. ولی اگر حضور دل نداشته باشی، از اول تا آخر اون نماز یک نمازی هست که عموما ثواب ندارد. البته که اگر فرضهای او ادا شود، فرضهای او همش پره ادا گردد، نماز درست است، لیکن نماز بی خشوع و خضوع بر روی انسان زده می شود، چون که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد است. و انسان اصلا باید شرم داشته باشد که وقتی که همین نماز او برداشته می شود پیش الله سبحانه و تعالی، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، یعنی که همه این سخنای نیک میگوید، سبحان الله، الحمدلله، نماز میخونید، عمل صالح میکنید، همه این برداشته می شود پیش الله متعال و الله متعال اون رو میبیند. یعنی در ملأ الاعلی و در نزد ملائکه ها میآرند میگویند که این نماز فلانی است. از همین انسان باید شرم داشته باشد که یک نماز بی خشوع و خضوع، حضور دل در آن نیست، فکر او در بازار و کوچه است. وقتی که این نماز پیش الله سبحانه و تعالی میبرند و در نزد ملائکه میگویند این نماز فلانی است، در حقیقت یک جای شرم است که انسان باید شرم کند از این چیز. تو الله متعال برای تو نعمت داده است، صحتی خوب داری، کر نیستی، کور نیستی، چشمهای بینا داری، زبان گویا داری، نعمتهای الله سبحانه و تعالی را فراوان داری، چرا یک نماز پره نمیخونی؟ و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که انسانی هست که 60 سال نماز میخواند، لیکن نماز او قبول نیست، چون که اگر رکوع او را پره کند سجده او را پره نمی کند، و اگر سجده او را پره کند رکوع او را پره نمی کند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگوید که انسان در اسلام پیر می شود، سرش سفید می شود، ریشش سفید می شود، لیکن یک رکوع او هم قبول نمی گردد، یک رکعت او قبول نمی گردد. چرا؟ چون که رکوع را به طور کامل نمی کند، سجده را به طور کامل نمی کند. امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که نمازی که در آن
رکوع را یعنی به طور کامل نمیکند، سجده را به طور کامل نمیکند، اون نماز قبول نیست اصلا. امام غزالی رحمت الله علیه میگوید که بعضی انسان ها سجده میکنند و اگر گناه این سجده بر یک قریه تقسیم کرده شود اونها را هلاک میسازد. میگن ای امام این مرد سجده کرده است، چگونه گناه اون هلاک میگرداند انسان ها را؟ او میگوید که انسانی که سجده میکند و در سجده با فکری گناه ها است و در فکری دنیا است، یعنی انسانی هست در سجده میکند یا رکوع میکند فکری او در یک گناه است، این چگونه یک سجده است؟ یعنی به اندازه گناه اون وزمین است که میتواند یک قریه را چیز کند، هلاک کند. و امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه میگوید که زمانی میآید که انسان ها نماز میخوانند و گویا که نماز میخوانند، یعنی که نماز آنها قبول نیست. نماز میخوانند ولی نماز نخوانده اند. به مانند همین زمانی ما و شما که نماز میخوانیم و فکری ما و شما در هر کوچه و بازار است و در بگیم که در گناه غرق است، این نماز الله متعال ما و شما را حضور دل در نماز نصیب گرداند که این یک وبای عام شده است. امروز همه مردم تقریبا همین مشکل را دارند. ما باید چگونه از همین مشکلی خارج شویم؟ چگونه در نماز حضور دل داشته باشه؟ پیش از این که انسان نماز را میآموزد یا که با یک طفل خود نماز را تعلیم میدهی، باید برای او چگونه در نماز حضور دل داشته باشد تعلیم باید بدهی. چون که گفتیم انسانی است که 60 سال نماز میخواند، یک نماز یا قبول نیست. یعنی بسیار مهم است که باید برای فرزند خود چگونه حضور دل در نماز داشتن را تعلیم بدهی. نماز رکن اسلام است که از ارکان مهم اسلام نماز است. اگر نمازت خوب باشد همه کاری دنیا و آخرت تو خوب است. اگر نماز تو ضایع باشد تو هم ضایع میگردی، هم در دنیا و هم در آخرت. پس چگونه ما باید در نماز خشوع داشته باشیم، حضور دل داشته باشیم؟ اولا اینکه باید ما هر چیزی که میخوانیم در نماز او را معنای آن را بدانیم. وقتی سوره فاتحه را میخوانید باید معنای اون را بدانید و از هر رکن نماز، از هر فرض نماز باید لذت ببری. وقتی که تو در نماز سوره فاتحه را میخوانی و از الله سبحانه و تعالی طلب میکنی، سوره فاتحه هم دعا است، دعا میکنی الله سبحانه و تعالی برای تو جواب میدهد، یعنی به همون را بسیار به یک آرام بخونی تا اینکه الله سبحانه و تعالی برای تو هر چیزی که طلب میکنی او را بدهد. و وقتی که از خواندن سوره ها معنای آن را میدانید از آن لذت میبرید. و همچون وقتی که در رکوع میروید باید از ایستادن در رکوع و سبحان ربی العظیم گفتن لذت ببرید. یعنی از هر یک فرض نماز باید چیز کنید لذت ببرید و بسیار با آرام بخونید. و وقتی که در سجده میروید همچنان در سجده باید با آرام سبحان ربی الاعلی بگویید. و دعاهایی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سجده می کردند، اون دعاها را باید حفظ کنید، معنای آن را باید بدانید، آنها را در سجده بگویید. چون که نزدیکترین جایی که انسان به الله سبحانه و تعالی وجود دارد این سجده است. در سجده الله سبحانه و تعالی دعای تو را قبول می‌گرداند. همون دعاهای معصوری که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است همونها را باید حفظ کنیم و معنای آن را بدانیم و در نماز آنها را بخوانیم. همین وقتی که نمازی که میخوانی از او راحتی دل داری، بعد از نماز دلت روشن میگردد و از اون راحت میکنی، این نماز همون نمازی است که
الله سبحانه و تعالی گفته است قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی که پیروز شده است مؤمن ها، یعنی که در حقیقت پیروز هستند مؤمن هایی که آنها در نمازشان خشوع میکنند. متقیان همینان هستند. متقیان کسانی هستند که در نماز خشوع دارند. متقیان فرق بین یک انسان عادی و متقی در همین است که انسان متقی نماز با حضور دل دارد و باز هم وقتی که نماز میخونید باید که همون کلماتی که میخونید یا که سوره هایی که میخونید باید اون را کمتر با آواز بلندتر بخونید، خودتون بشنوید هم چی میخونید همون را بشنوید. این بسیار کمک میکند برای حضور دل در نماز. و رکوع را به طور پره بکنید، یعنی که پشت انسان باید راست باشد در رکوع. وقتی که از رکوع میخیزید باید قامت شما راست باشد. وقتی که سجده میکنید باید به یک آرامی سجده بکنید، یعنی که همه فرضهای نماز و ارکان نماز را باید به آرامی انجام بدهید. بعد از آن میتونیم که ما حضور دل در نماز داشته باشیم و یک نمازی بخوانیم که آن ما و شما را تغییر بدهد. نمازی باشد که ما را حفظ کند، نمازی باشد که در نزد الله سبحانه و تعالی وقتی که برداشته می شود بگوید که حفظک الله کما حفظتنی، الله سبحانه و تعالی تو را نگه بدارد چنانکه تو مرا نگه داشتی. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما حضور دل را در نماز نصیب بگرداند و نمازهای ما و شما را به درگاه خود قبول بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.